یک مردک خوب از ترما آزاد شده است. در او پروی ترمای وحدت مؤسسه سکونتی است. کدام محبوسی که آزاد شود در همون ترمای مؤسسه سکونتی تا با همون زمان مهلتش بوچیده نمیره با قید میگیره. حالا که من دید آمدم بسیار گریه کرد. گفتم برادر چی علم داری که گریه میکنی؟ گفت ناملایی در زندگی خدمت نمیبخشم. گفتم چی کار کردی یکم؟ گفت باور کن من بسیار ماشینای بهترین داشتم، مال زیاده داشتم. هر روز همی زنم گفت همین بگاه زنگ میزد. ای مرد تو خدایی که درآمد داده است، که مگزینا داری، درآمد داری، من همین طلاهای دوره عروسیم خطی بگردم. میگه یک روز 10,000 سامان در کیسم گرفتم. اویلم از زنگ زدم که آماده باش مگزین طلا میره. گفت در خانه مادری پیر داشتم. همین مادرم گفت صحبتی من با همسرم همون مادر کلانسال شنیده است. ای همسرم پرسیده که کی زنگ میزنه؟ همسرم گفت نامی من گرفته است. چی میگه؟ مادر کلانسال گفته که من گفته است که لباسات پوش تماشا میریم. این مادرکم در حال همین دویده اساچش قطی همون کستومچش پوشیده پیشی در ایستاده است. میگه آمدم با ماشینم، ماشینای بلند. همسر من گفتم بیا بشین. همسرم آمد شیش دید مادرم اسازنان آمده است. گفتم این کمپیر کجا میروه؟ و یا غرور گفت که آخه من گفتم که تماشا میریم، این هم کستومچش پوشیده آمد. گفتم آخه من متر مگزین طلا میبرم. بعد این مادر اومد میگه در پشت ماشین کشاد، بزور سوار شید. منم نفرمادم دستش بگیرم. گفتم نه تا سوار نشود. یه جوانی محبوس قصه میکنه، مردی محبوس زندانی یه هفته پیش. بعد گفت رفتیم، من دستی همسر ما گرفتم دکانی طلا فروشی رفتیم. ای مادر من فراموش کردم. گفت چند مقدار طلاواری خریدیم با عوض 10,000 سامان. نزدی همون جوانی حسابچی آمدیم. در پیشش ماندم گفتم برادر حساب کن. این جوانم در حال حساب کرد گفت 10,100 سامان. بسیار ناراحت شدم، عصبی شدم. گفتم چی با 100 سامان زیاد حساب میکنی؟ من یک تاجرم، میگم مگزین دارم، ماشینای بهترین دارم. ای بچه تو از من 100 سوم نگیر. میگه جوان با حساب کرد گفت 10,100 سامان. گفتم 100 سامان است که جا آوردی؟ گفت از همون بری همون طلاها یک چله نقره برداشت. گفت انمی ارزش یعنی 100 سامانه. میگه من ناراحت شدم. گفتم من باز همسر من نقره نخریدم، این خطا شده آمده است، من ندارم دیگه پول. میگه از پشتم یکی مادرم صدا کرد بچه جانم امیره من گرفتم، اگر پول نداشته باشی لازم نیست. آخه چون باز مگزین ها میگه منم از این غضب نتونستم پایان کنم، ندارم پول. گفتم 10,000 پول داره برای همسرش، 100 سامان نداره برای مادرش. میگه همین جوانی که سوداگر بود یکی آبای دیده شده گفت که همین انگوشترین برای مادر هدیه میکنم. گفتم چی به هدیه میکنی؟ گفت من یه ماشید که چه میدونیم گذاشته، اگر مگزین طلا ما بتون دیگه خواب نمیخیزم. مادر بگذشت یک دیلاگاه نمان، یک دیده انتظار در راه نمان. گفت اینم فراموش شد، چلن همون هدیهش کرد. با دست سنه گرفتم ماشین دست سوار شدیم آمدیم. یک روز گفت همین همسر و دوستام مالم بانکرات شدم ترمم آوردن. گفت اینا همین 5 سال گفت در همین ترمم فقط یک کس دیداری من می آمد، همون مادری که یک چله نقره را نخریده بودمش. هر ماشین همسایه را می گرفته که من برم بچه‌م ببینم با همون اسواقش. گفت دولا علمش در یک چیز است، علم در یک نقطه هست. من 2 روز پیش از اون که از ترمه ببرم همین 1 هفته مادرم نآمد.
سراسیمه شدم این مادرم چیکار کرده باشه. 2 روز پیش از جواب شدنم یک همسایه آمد گفت که مادر دو هفته شده دنیا گذشت. همسایه ها به خاک بردنش. برای این دوستای عزیز، اگر کسی که در زندگی قدر پدر و مادرش بداند هیچگاه خار نمیشه. رسول خدا صلی الله علیه و سلم بیان میکند که دعای پدر و مادر در حق فرزند مانند تیری که از کمان میبراید و در نشان میرسد. اگر باور کنید هر چیزی که ما داریم ایامو دعای پدر و مادر باور کنید. همین شما دعا میکنید پدرای نورانی که این دنیا آرام است، تنج است، یک رحمت خدا هست. زیرا شما به همون مهنت حلال، نان حلال این مویه های سیاه سفید کرده. این زندگی را شکر کنیم به خدا، این حیات را شکر کنیم. این کسی در خانه پدر و مادر دارد درهای جنت به خدا دارد. در جنت به خدا داریم. خداوند هممون به راه راست هدایت کنه. خداوند اگر پدر و مادرمون در عالم خاکن، خدا قبرهاشون از جنت قرار بده. خداوند مهربان دعای پدر و مادر برای او دوستا و برای ما که در خانه مادر پیر داریم خدا نصیب کنه. پروردگارا همین سرجمی وطن و ملت ما رو پریشان نکن. خدا همین صلح و صلاح و وحدت خدا ابدی نگه بدار. خداوند جوان مردانی که در ملک‌های غریبی هستند خدایا از آفات و گزند نگهبانشون باش. با دستی پر و با وقتی خوش و نزد پدر و مادر مهربان برگشتن نصیب کن. با کل هموطنان و غریبانی در شهر مسکو بده و شما توصیه میتونم شرکت موحدین مرامت این رقمشون واتساپ دارن، مرامت زنگ بزنین. آفیسشون در مترو ودنی استادیون های آفیسشون مرامت کنین برادرها. البته ماشین های نو و زمانوی در خدمت شما. مرامت تنها شما زنگ زدن برای گذشتن سرحد در خدمت شما. شرکت موحدین واقعی سربلند و خانواد باشین، همه وقت جیبکاتون پری پول باشد. زنده باشین.